سلام علیکم عروضین، حالتون چطوره؟ من انزا هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جدید. توی این ویدیو قراره که بریم ترسناکترین و خنده‌دارترین پرنک‌های تاریخ رو با هم دیگه بررسی کنیم. یه خورده زر زدم، پرنک‌ها تاریخی نیستن، رندوم توی اینستا بچه‌ها زحمت کشیدن و فرستادن و آره خلاصه الان قراره بریم به ریدن مردم توی خودشون بخندیم. برای حمایت و دیده شدن این ویدیو خوشحال میشم این ویدیو رو همین الان لایک کنید. چنل من اگه دوست داشتی سابسکرایب کن، زنگوله بی پدر بغلش هم بزن. پشت دادن به زنگوله رو میخوام دوباره شروع کنم. آره اینکه بزنید بریم سراغ ویدیو. چقدر حرف زدم، پنجو شد. بریم شروع کنیم با اولیش. Hey guys, just came back from dance class. Michael, what are you doing in my room? Why'd you lock the top 5 براتون آورده ولی پرت تو صفحه ای بود. بچه با ملو داریم شروع میکنیم، اینا خیلی مالی نیست. صدا کجا در اومد؟ ضعیفه. یارو بندید تو خودش. من خودم این کار زیاد میکنم. این چیه؟ با نخنامری داره این کارو میکنه؟ آره دیگه. یه سرویس خواهی الان سکته میکنه. تموم شد ویدیو، کامل نذاشته بود. عجب. بریم بعدی. این از این ویدیو دلرکاست حاجی. این یه زمانی خیلی ترند شده بود ولی من آخر نفهمیدم مثلا اینو واقعا فقط برای شوخیه یا یه سری واقعا همچنین روانی هن، چون چند تا رو گرفته بودن مورد دار. خب حالا این که شوخیه، بودم این چند تایی هست. کنش یارو خیلی باحال بود. اوه شت. Run. برو. وای تو باشگاه. حاجی تو باشگاه خیلی ضد حاله. Run. با من هیچ موقع هیچ وقت از این شوخی ها نکنید اگه آشنا داره میبینه. من جنبه ندارم. Oh my god. ببین دقیقا به خاطر همین دارم میگم. دقیقا واسه همین دارم میگم من جنبه ندارم. ببین من دقیقا مثل همین یارو هم اصلا جنبه ندارم، میگیرم میزنم. خیلی خب بچه‌ها اینم از این ویدیو بود. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید، لذت برده باشید و کنی خندیده باشید. برای حمایت از این ویدیو خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید اگه تا اینجا دیدید و چنل من اگه دوست داشتی سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن، کامنتی چیزی هم داشتی میتونی پایین بنویسی. و تا درودی دیگر